السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک سوال دارم. ما رو پدرم زن داد، آن دختر با چند کسی دیگر با طور عاشقی میگشت و من با پدرم هر چند گفتم که آن همین خیل آدم است، پدرم مرا گوش نکرد. زندگیم را 3 ماه شده است، تماما دلم جوش نمیزند. برای دعای بد پدرم را نگیرم چیزی نگفتم و هر وقتی که آن آدم ها را میبینم و آنها را پیش رویم می آید، ناموس مرا مجبور می سازد که ترک پدر و مادر و ترک وطن کنم. از شما خواهش دارم که همین جمعه با این سوال من جواب گردانید که من راهی خود را بیابم و دعای بد پدر را نگیرم تا که در نزد خدا گناهکار نشوم، تا که من گمراه گشتم. من یک مخلص شما هستم اکای حاجی میرزا، خواهش میکنم همین جمعه سوال مرا جواب گردانید. بله دادر عزیز، این دادرم یعنی با او زنی دادن که با چند نفری که عاشقی میکرده است، اونها را این جوان میگرد من در کوچه میبینم و مقصد خیلی زندگی برای من تلخ مینماید که آخی تا دی روز این زنی من در دست اینها بود، امروز اینم من مثال مجبور پدرم در نکاح من در آورده است. اکو دادر عزیز، وقتی که زندگی تان شد، اکو وقتی که تا این اندازه اولا باید کار نمی آوردین، اون چی پیشنهاد میکردی حق داشتی به سوی پدرت، تو حجت دلیل ها تا می آوردی، رد میکردی حق تو بود. لیکن اکنون که پیوست شده و اکنون که 3 ماه زندگی شده است، دیگر اختیار داری. اگر زندگی تا دوام دهی و خب آنچه که بدبختی هایی که بود قبلا همه او را مورد عوف قرار دهی و با این زن زندگی کنی، این دم برای تو رخصت است، این هم برای تو خوبی میاره. لیکن اگر طبیعت نکشد و از این که ترک وطن میکنی، ترک پدر و مادر میکنی، طلاقش کن، با دیگر شبیه زندگی کردن بگیر. ترک وطن چی در کار؟ ترک پدر و مادر چی در کار؟ همون دختر که قبلا که هم تا بوده است، بی شرم و بی حیا بوده است، امروز که تو را ناراحت کرده است، امروز دل تو که جوش نمیزند، شاید آینده ها با تو به آن کار فلاکت دیگر دست زنی. به این خاطر طلاقش کن، یکی باره با 3 طلاق کنم، یک طلاقش کن، بر در خانه که پدر و مادرش گذار. خب یک مدت صبر کن، دلت که نکشید به او بگیر، دیگر شو زندگی تا کردن بگیر. این حق تو است دادر عزیز. السلام علیکم دامه عزیز، خدا شما را همیشه محافظت کند و خدا شما را بی غم و بی درد نگه دارد. شما امروز نصیحتگری همگان هستید. ما از راه دور تخمین 80-90 کیلومتر می آییم، لیکن بعد از اینجا غذای معنوی گرفتن، مولای دهه ما میگوید که شما را چی وادار کرد که اینقدر راه دور می روی و ناراحت می شود و ما را نیز ناراحت می کند. داملا آیا ما چیزی گوییم؟ آیا ما چی گوییم؟ آیا این راه دور آمدن ما چی پاداش دارد؟ دادر عزیز، انشاءالله تو پاداش میگیری. با ملامت هر یک ملامت کننده انسان باید که غمگین نشود، خسته نشود. برای ما بگذار هر چی گویند، خواه مولا باشد خواه غیر مولا باشد، امروز حق شما هست. کجای میخواهیم رفته اونجا نمازتان خواندن گیرید، خواه 100 کیلومتر خواه 200 کیلومتر، این حق شما هست. کجای دلتان میکشد همونجا رفته نمازتان خواندن گیرید. البته چی وادار میکند خود همون مولا میداند چی وادار میکند و میداند که اینجا آیات قرآن گفته میشود، اینجا حدیث پیغمبر گفته میشود، اینجا خاطر کسی دیده نمیشود، اینجا چیز حقیقتی که هست صدا میدهد. اون بچه را حقیقت وادار کرده است، برای گوش کردن میآید. و این اگر برادر عزیز همونجا هم اگر 5 نصیحت باشد، البته برادر ما همونجا را برای خود اختیار میکنه، فرق ندارد. حضرت جابر میگوید خلت البقاع حول المسجد
فاراد بنو سلیم ان ینتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبی. به همین مولا رفته گو برادر عزیز که حدیث جابر است که در دوره پیغمبر خدا اطراف مسجد یک زمین داشت میگد خالگی بود، یک قبیله به نام بنی سلیمه بود. خواستن که آمده در نزدیک مسجد پیغمبر خدا خانه کنند. دوستدار مسجد بودند، محبت داشتند، اخلاص به مسجد داشتند، ثواب مسجد میدانستند. بعدا این آوازه به گوش پیغمبر رسید که ای حبیب خدا، همون قبیله همین اطراف خالگی مسجد آمده نیت خانه کردن دارند. فقال لهم بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد. قال نعم عرفنا ذلك. حبیب خدا بعد همون قبیله رفت و گفت من انت گوش به آواز شدم که شما نیت در پهلوی مسجد خانه کردن داره. گفتم بله حبیب خدا، اراده کردیم، خواهش داریم، تو را دوست می‌داریم، مسجد را دوست می‌داریم، همیشه می‌خوایم در داخل مسجد باشه. حبیب خدا گفتم یا بنی سلمه. حبیب خدا چی گفت؟ ای بنی سلمه، ای کسی که 80 100 200 کیلومتر از مسجد دوری. حبیب خدا چی گفت؟ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. گفت همین موضع برای شما خوب است، از اینجا به نزدیک مسجد نآیید. تکتب آثارکم، خدا هر قدم شما را می نویسد. شما وقتی قدم زنان به سوی مسجد میایید، در هر قدمتون خدا شما را 10 ثواب میدهد و 10 گناهتان مغفرت میکند. همین جایی که هستین همین جا را برای خود انتخاب کنید، این طرف نآیید. گفت زیرا از این ثواب های قدم زدن شما محروم میمانید. بعد بنی سلمه چی گفتند؟ ما یسرنا ان كنا تحولنا. بسیار خرسند شدیم که خدا را شکر که پیغمبر خدا ما را نگذاشت که نزدیک مسجد بیاییم و از این قدم هایی که حسنات بگرفتیم از این ما محروم میماندیم. اینو مولا را رفته گفت. این حدیث هم مسلم است هم بخاری است. باب فضیلت مسجد گو کش آید در صحیح بخاری و در صحیح مسلم، همین حدیث می یابد. عن ابي موسى رضي الله عنه ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشيا فابعدهم. حبیب خدا گفت از همه در پاداشی زیاد در نماز آن کسی میگیرد که راه دور داشته باشد و از راه دور به نماز بیاید. حبیب خدا از راه دور آمدن ثواب زیاد گفت، بهترین نماز خوان گفت. ولی بچه ها از دوشنبه میاید، از پنجکه میان و اینو با چی خاطر است؟ آخه همون مولا چلاسین میکنن، همون چلاسین همون مبین اول ده آیت قرآن است و تکتبو ما قدمو آثارهم و تکتبو ما قدمو آثارهم. اول مبین سوره یاسین ده هست. همون را گو تفسیر ابن کثیر را کشاده کنه. انا همین حدیثی که من خواندم در زیر همین آیت قرآن آمده است. برای همین دراز هر کسی از راه دور می آید خوش به حالتان که شما در هر قدمتان پیشگاه خدا را ثواب می گیرید. و هر کسی که از این جمع خیستد در دیگر مسجدهای راه دور رفته نماز می خواند. و امروز حق الحمدلله امروز آرامی را ببینید، یک دیگر فهمی را ببینید، درهای مسجد کشاده را ببینید، در این هر جا می خواهید خواندن گیرید. هیچ کس حق شما را من کرده ندارد. بسیار ناخوب است وقتی که مردم عادی کار نگیره پیشوا گوید که کجا بری قرای تو. اگر همون انسان ها یگان کار نادرست روان، من باوری دارم همون را دلاور نمیشه بیا که بچه‌مون جنا را که گناهکار میشه.
یکی در کار ثواب ما بسیار استاییم. دوم، اطراف انگشت سبابه ملاهای ما میگویند که از مذهب ما نیست و کسی که مسجد ما در نماز میخواند این عمل را نکند. برای من میگوید شما ملاها را دلیل نیارید. یعنی برادر گفته است که مقصد برای ما ملا دلیل نیار. شاید این گفته باشد که آخه ما حاجی میرزا را گوش کردیم برداشتن انگشت اجازت میدهد. این گفته است ما در ملا حجت نیار. محلیش بسیار گپی خوب گفته است. ملا حجت نمیشود. لیکن شما سخنهای همان ملا را گوش کنید که از کجا گپ میزند. و این ملا حجت نیست، دلیل های حجت است. خوب میشد این برادر عزیز ما یک رساله مخصوص درباره همین برداشتن انگشت در نماز از ملا علی قاری داریم. علی ابن سلطان محمد حنفی است، عالم فاضل است، محقق است، محدث است. در هرات خراسان افغانستان کنونی تخمین دهم گویم که قرن دهم حضرت حیات بودند. در کتاب میگوید که از حساب بسیار گویم که مقابلیت های شدید سنی ها و شیعه ها ملا علی قاری افغانستان را ترک کردن و مکه مکرمه رفتن. 1014 هجری در همونجا جان به خدا سپاریدن. این حضرت تزیین العباره لتحسین الاشاره کتاب داره، رساله. حنفی مذهب است برادر عزیز. علی قاری رحمت الله علیه، شما اون کس از علی قاری دلیل بیارید، از ملا نه. اگرچند علی قاری به نام ملا علی قاری مشهور است. حضرت در زمان خودش میگو که اگر من از خودم دیدم از نظر لفظ و معنی در قرآن و حدیث کسی را بهتر بیابم حتمی به پیش او میروم. این از روی افتخار نگفتن، از روی اون گفتن که اون قدر باوری داشتن که در همون عصر خودش مثل او مجدد، مثل او در قرآن و حدیث کسی علم نداشت. حتی ابن عابدین شامی در رد المحتار گفت است که مولا علی قاری در عصر خودش مجدد بود. یعنی یک شخصی بود که چگونه پیغمبر خدا گفت هر 100 ساله خدا یک کسی را با وجود می آورد که تمام بدعت و خرافات را از اسلام تازه می کند. علی قاری در عصر خودش از همون شخصا بود. برادر، حنفی مذهب است، مذهب ما. وهبه زحیلی را تماشا کن، فقه الاسلام و ادلته. تو عمدة الرعایه شرح الوقایه را نگاه کن. حتی عمدة الرعایه میگد صاحب همین فقه کیدانی را خدا رحمت کند همون که حرامش گفته است یا فرض عین که حرامش گفته است، اینا بسیار اشتباه کلام کردن، بسیار خطای کلام کردن. ای مجتهد است، المجتهد قد یخطی میگه. مجتهد گاه خطا میکنه، گاه ثواب میگیره. اگه بعضی هم ملا که غیر همی فقه کیدانی و فرض عین دیگه بالا را نخوادن، خیالش همه علم در همه درونه. برای همین حتی عمدة الرعایه شرح الوقایه او میگد که فقه کیدانی میگه شرم ناکرده در تنبورش دواخته و گفته است که اشاره حرام است. اون که فضیلت صاحب عمدة الرعایه میلیون بار از صاحب فقه کیدانی بالاست. برای همین دادر عزیز این در سنن ابو داود بر نسائی میاد که و حلق الوسطى والابهام
و اشار بالسبابه. ما هم میکنیم التحیات لله و الصلوات و الطیبات. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اشهد ان لا اله. این انگشت با این انگشت حلقه میکنه، انگشت سبابه را میبرداریم. اشهد ان لا اله. خب اثبات کردیم الله یک و یگانه است، نفی الا الله، مگر غیر الله دیگر ما الله نداریم. اشهد ان لا اله الا الله هم تا میگذاریم حالت همین موز تا آخر نماز نگهش میداریم. سلام که داریم با دستکمون راست تمام قدر است. ولی بعضی ها وایم کردن در بعض جمع آمداد یگان بچه انگشت که برداره میگد حتی که همون پهلواش انگشتی و قپیدن، گفتن این قپیدیمش مثلا قپیدیم این آدمی که مقصدی در مذهب ما نیست. برادر عزیزا کمتر از خدا بترس. و همین پروردگار مسخره در حدیث پیغمبر است، بسیار در پیشگاه خدا گناهگار میشه. طاهری ابن احمد بخاری صاحب خلاصة الفتوا، او حضرت در باب الفاظ کفر فصل مخصوص دارد. میگد که کسی اگر موی پیغمبر مویک گوید یا مویکته گوید کافر میشود. برادر موی پیغمبر موی پیغمبر میگوید، اگر گفت که مویک پیغمبر یا مویچه پیغمبر به طریق استخفاف یعنی سبوک گیرد به پروایانه نسبت همون موی پیغمبری خدا یا سنت پیغمبری خدا به پروایانه گذر میگد کافر میشود. ابو یوسف رحمت الله علیه شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه وقتی در پیش هارون الرشید حدیثی دوست داشتنی که پیغمبر خدا کدو را دوست می داشتن، این حدیث در پیش هارون الرشید پادشاه خان گفت پیغمبرمان کدو خوردن را دوست می داشت. میگه انسان در همون حلقه نشسته بود، از جای خود خیست و گفت من کدو را دوست نمی دارم. ابو یوسف گفتن رب شمشیر را بیارید، بود گردن این زدنش واجب شده است. چیزی را پیغمبر دوست داشت این بد میبیند گردنش زدن درست است. گفتن ابو یوسف میگه برادر عزیز وقتی شمشیر را آوردن میگه این مرد کس از جاش توبه کرد، گفت من نفهمید، من از روی جاهلیم گفتم. میگه با از گناهش گذشتن. برای همین شما نسبت سنت پیغمبر خدا در عزیز تماما چیز نکنین، اینکه به اهمیتی به پروایی نکنین. حتی رسول اکرم گفتن لهیه اشد علی الشیطان من الحدید. این همین برداشتنی که ما برداریم هم تا میگذاریمش پیغمبر خدا گفت همین از گرز و از آهن دیدن برای شیطان سخت‌تر است. حقیقت گپی نیست که برداشت همون خدا شوکر یگانه گفت و گذاشتش تمام حقیقت گپی ندارد برادر، ثواب میگیرم. من شما رو هم تا توصیه میکنم کسی میکند کاردارش نشوید، کسی نمیکندن شما هم کاردار نشوید. این به خاطر سنت پیغمبر خدا میکنم و این آخر چه حاجت است؟ به خاطر که پیغمبر مکرس میکند تمام همین قدر مقصد است. خب نه برادر عزیز رفته شما رسانید انشاءالله مولاتون اگر مولا باشه قبول میکنه، خیر نکرد دیگه توکلش به خدا. چیزی برای شما گفتم همین قبول کنین انشاءالله در پیشگاه خدا اجر پاداش میکنین برادر. السلام علیکم داملا. شما در باب همسایه بسیار خوب بیان کردید و همسایه های ما پنجشنبگی و چیل دارند، خبرمون میکنن ما رویم یا نه، یا بعضی هاش توی میکنن از سخنهای شما حیرت مانیم رویم یا نه. در حیرت ما سخن من نیستی. من آی تا نگفتم که حاجی میرزا میگد که شما پنجشنبگی خوری نروید، بلکه من برای شما گفتم که شما فتاوای محمودی را نگاه کنین، فتاوای ابن عابدین شامی درالمحتار را نگاه کنین. اونها میگن که شما حق پنجشنبگی خوری ندارید، اونا میگن که شما حق چیل و سیبگه خوردن ندارید. برادر عزیز این حاجی میرزا نگفته است،
این چیزی هست که از اسلام ما ثابت نیست. وهبه زحلی رحمت الله علیه در فقه الاسلام و ادلته میگه که این سیبیده و پنجشنبه و چیل و شش ماهه و سال این فرهنگ جاهلیت است، او از دورای پیش از اسلام است. بعضی ها میگن که این از نصرانی ها و ما گذشت. میبینن همون نصرانی ها هم دارن که روز اول دارن، با گدوای دارن. اختیار تو خدا، سخن رسول است، سخن دوستای خدا در کتابات جمع شدگی هستند. امروز باز فرمان رئیس جمهور است، اطاعت برای ما و شما واجب است. هر چیزی که میگویند موافق قرآن حدیث باشد اطاعتش واجب است. موافق قرآن حدیث است، این جای پنهانیش نیست. آخه من نمیدانم شما اگر این همی قدر اگر گویم کله گندوش باری اگر گوش بیارد برای کله آدم باری گوش بیاوردن، لیکن ما در اونجا ما فایده خود ندیدیم. لیکن مادامی که موافق نیست و کتاب راست نمیارد تمام ترکش کردید. و شما را میگیم نخورین دادرای عزیز. ولی بسیار محلات کرده ایستادن خیلی چیکار کنیم؟ آدمایی که باشن که پیش راه را بگیرن، آدمایی باشن روان اینا تنظیم به خبر دهند. یک خوراکی خوردگیش بر 2000 سواری میشود. نکنه از ما نیست برادر عزیز. کدام ناراضی برادر عزیز، کدام حجت دارن و چشم قبول خیلی از جا گپ زن. یگان حجت نداریم برای اثبات این. اگر حاضر حذر کنیم مکتوب تنویس به نام خدا چند حجت داره اینجا آشکارا میخوانم حجتاتا. دیگه من از 10 کتاب، از 10 حدیث و آیات قرآن برای شما دلیل میارم. این از ما نیست. پیغمبر خدا را فرزنداش چه قاسم و چه طاهر و چه ابراهیم و چه زینب و چه گلسون و ببین چه رقیه و چه فاطمه و همه فاطمه بعد پیغمبر گذاشتن، دیگراش همه در پیش چشم پیغمبر از دنیا گذاشتن و در یگان تحمل نکرد. خدا در قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. شما حیات پیغمبر را دیده و درس گیرین، چیز کرد کنین، چیز نکرده کنین. و ما اتاکم الرسول فخذوه. خدا میگه چیز محمد آورد بگیرین و ما نهاکم عنه فانتهوا. از چیز مردم کرد باز ایستین. این سپارش خدا و رسول. ای خدا نگهتون داره. یهودی ها در کین کجا رسیدن ما همی دنبال پنجشنبه دویدیم. پنجشنبه بخود، جمعگی بخود، سر لیج نماز نخونم، آستین کلتن نماز نخونم. خب یک کارای دماغ باور کرد همین تا دنبال ما نگرفتن که عقل همون در همین جد کلای کلان داریم، چشمای روشن داریم، بازوهای با قوت داریم و آخر دنبال این من کجا در پنجشنبگی ایو، کجا در یک هفتم ایو. یگان اختراعکار نداریم. یک اختراعکاری نبرآمد که بگن که میدونی فلانی تلفن اختراع کرد، فلانی حتی یک ولوسیپد عقلا ما اختراع کنیم. و یک بار گفتم که یک یهودی یک ولوسیپد اختراع کرده است به بنزین، یک ساعت 120 کیلومتر میرود. السلام علیکم دامولای عزیز، بابای حاجی مرزا، از شما خواهش دارم باید چند سوال من جواب گویید. در تویها آچشیر میگیرند، درست است؟ دروغ آچشیر؟ یه آچشیر پاچشیر گفتگی گر نیست دارا نکنید. و آچشیر به خاطر نمیگم تکنان شما یا به خاطر یک سر و پا آچشیر میشه. آچشیر چیه؟ آچشیر ها آچه‌ای که تولدش کرده است. خب خدا گفت در قرآن 33 ماه 9 ماه در شکم او بود، 24 ماه دیگر شیردان آچشیر. این آچشیری چیه؟ آچشیریش اسلام ما آچشیر ندارد. یک از گفته است که همه دختر آچشیر را گرفتن، درسته؟
خیلی سوال دارم. برای آتشی را خود چه درست گرفتن، حالی دختر شما طرف درست داره چه یگان بگانه یا تو برای ما چی داره؟ برای همین آتشیش هم درسته، دخترش هم گرفتن درسته. اما آتش هم میتره و دخترش خودش میگیره درست، یگان جای حلال پاکیزه. برای همین اجازت نیست در اسلام ما آتشی. اسلام ما اکخان نداره، آتخان نداره، اسلام ما دادرخان نداره. خداوند در قرآن سوره احزاب آیت 39 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان محمد آباء احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. خدا گفت این محمد صلی الله علیه و سلم کدام وقت این آیت نازل شد؟ شأن نزولش میگه وقتی که زید ابن حارثه را زنش طلاق داد، زینب پیغمبر خدا همون زینب نکاح کرده گرفت، لیکن تا دی روزه زید پیغمبر ایرا پسرخوان گرفته بود، زید پسرخوان داشت بود، لیکن پسرهای پیغمبر ابراهیم بود و قاسم بود و طاهر بود، نه زید. پسرخوان که گرفت وقتی که زنش زید طلاق داد، حبیب خدا باید گرفت. در مردم در عجیب تعجب افسیدن این زن پسرخوان چه گرفت و خدا آیت روان کرد ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ای مردم یقین دانید این پیغمبر پدر یگان تایتون نیست، ابا احدکم من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این رسول خدا هست و این آخرون پیغمبر است. این پدرخوان تان نیست، این اکخوان تان نیست. برای این اسلام ما نداره. خدا از یگان که شما فریفته نشوین، یگان کس خواهر خان گیرین و اکه خان گیرین. دیدین خواهر خان ها در کدام حال چند حادثه ها شد بین اکه خان و خواهر خان. اولش همه اکه خانی سر بشود. خب دوم از مسجد آدم را پیش کنید خیلی از مسجدش که حق نداره کسی را پیش کنه. دادر عزیز حتی در عبارات مختصر میاد و اذن العام آمده است. کسی که اگر برای بعضی ها مسجد اجازت میتده برای دیگرها میگه باید ندارید شما درآیید. همین جا نماز همگی ما ثواب نداره. مسجد جایی نیست که ما یک کس ممکن تو در ممکن نه، یا تو برا یا تو درا، این در حق نداره. حتی برادر عزیز حتی اون بچه‌هایی که میبینید سر لوج می آیند، آستین کارتم می آیند، با کی ندارد بگذار نماز خواند، میده دعوتش کن، میده دعوتش کن. آید سوی صاحب تاقی هم می شود، صاحب آستین دراز هم می شود. خب سیوم سوال میگویم که سلفی ها دو خیل می شوند، همین درست است یا نه؟ خیلی سلفی ها را پرسیم که چون من نمیدونم ما چند خیل می شوند. خب السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما گروه مخلصان شما از ناحیه واسه از شما خواهش داریم که با این سوال ما امروز جواب گردونید. آقای والدین رو پیش در آمدن در نماز اجازت هست یا نه، یا در وقتی که دیگر یگان با سواد در آنجا نباشد؟ آقای والدین برادران عزیز و گرامی، حتی کسی باشد نباشد پیش در آمدنش درست است. و کسی که در دنیا آق والدینش یعنی پدر و مادرش از اون ناراضی گذاشتن، شما می توانید که سر قبر ایشان روین، در حق پدر و مادرتان طلب مغفرت کنین و در حق ایشان خیر احسان کنین، با رفیقهای او رفت و آمدتون زیج کنین. خداوند همه آق کردگی که در حال دنیا کرده بودن خداوند از گردن شما می بردارش. شما دیگر آق والدین نمیشوید. شما توبه کنید از خداوند، خواهان شما که من از روی جهالت و نادانی کردم، خدا مرا ببخش، الله میبخشد. لیکن آق والدین اگر پیش درآید از پس نماز خواندن درست است، نماز ما و شما درست میشد. او به خاطر رنجاندنی که پدر و مادر رنجانید او پیشگاه خدا و گناهگار است. اینجا در دو سوال دیگر آمده است، جواب میگیم اینو ضرور. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، از زبان شیرین شما فهمیدنیم. من سال 2002 توی کردم، خاندار شدم، در توی عرق نوشی و حافظی کردم.
آیلم از روز توی تا حاضره میگوید که بیا از سر اینا نکاح کنیم. او کتاب میخواند و نماز هم. شکرانه خداوند هم نمازم را میخوانم. تا این روزا شکرانه خداوند نصیب باشد صاحب 3 تا فرزند شدم. چیکار کنیم و چی میشود؟ التماس همین هفته این را جوابش رو بید. برادرای اسلامی شما از شهرکی آوان نیدادر عزیز نکاح نو نکنین، فقط توبه به سوی خدا کنین به خاطر این معرکه‌ای که خلاف قرآن و سنت بود شما برپا کردین و این فرزندان هم فرزندی حلالی شما هستند. شما فقط مرتکب گناه کبیره شدین. شما توبه کنین به سوی خدا، خدا شما را میبخشد. فقط حلش انا همین است برادر عزیز و گرامی. خب یک سوال دیگر آخرون. السلام علیکم داملای شیرین سخن، کمی در باب آدم های مالدار صحبت میکردید که مال دارند و اما برادران خود را کمک نمی کنند. حالی همین خیل برادران در نزد الله چی میشوده باشه؟ حکم خوب میشود شما همان مسئله که در باب صدقه من بیان کرده بودم همجا خیلی مفصل بیان کردم، لیکن برای برادران که مالدار باشند حبیب خدا گفتند ما من یوم یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا و یقول الاخر اللهم اعط ممسکا تلفا. هر سحر برادر عزیز ملائکه های 2 ملائک آواز میداد از پروردگارا اون مالدار که مال خدا در راه پروردگار صرف میکنند، مردم مسلمان و نادار و بی‌شرایط کمک میکنند، خدای مهربان مالشان از زیاده بگردان. و هر کسی که اگر مبلغ دارد و ممسک است بخیل است و کسی از او چیز منفعت مالی نمیرسد، ملائکه دیگر میگفت است که خدا ما تلفته دولت شبیشی کن اینا صدقه پول کنده پروردگار هم تا دعا میکرده. به این خاطر برادر عزیز و گرامی تو را پولداری وقتی میزیبد که مسکین ها در حق تو دعاگو باشن، اینجا پولداری تو را میزیبد یا کسی در کجای شیند و باید فلانی را میشناسی فلانی مرده که باید آمیدان خدا خیرش دید که ما را بسیار کمک میکند. اما حق تو پول داری خوش به حالت که تو اول که دولت بیشتر میشود باز دولت به قوت میشود خدا تو را محافظت میکند حتی مال تو را به تلف نمیبرد. برای همین بسیار است این روز محله های که برادر عزیز سون دارن پول دارن فراموش نکنین اگر در خواجگی که یک محله که 200 خواجگی دارد 2 یا 3 بای دارد همو همسایات اون دوری منطقه یک چشم نگران دارد که هستی یک صدا می شود. یا فراموش نکن اونا تکیه دارن به شما. برای همین باید همچنان کنین که مثال بعد سر شما هم شما را نام خوبتان و نام نیکتان از زبان مردم دور میشود. عزیز از خواهر و برادراتون سر کنین تا همسایه و مسکین ها و بیچارهایی که دارید. خدا عاقبت آمونه بخیر کند و ایمانای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد و هر آرزو و امیدهایی که در دل این جمعیت ما هست خدای مهربان با فضل و کرمت حاصل گردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا دعا کنید. گفتن یک برادر از روسیه بختیار 1500 سومی روسیه آورده است. یک برادر از عالم گذشته است از جرقله اینجا یک مبلغ آوردن. یک برادر از میرک روز 25 دکبر از دنیا گذشته بوده است. یک روز بعد همسرش از دنیا گذشته است. اینجا یک مبلغ آوردن. در حق کسانی که در صندوق خیریه خیر کردن دعا کنید. در حق مرحوم بابا استوفیض و فرزندانش دعا کنید. در حق بابا داملا عبدالوهاب بابا مقسومی عبدالوهاب بچه مقسومی داملا خوجا که امروزا بیماری دارد. خیلی آدمای با سعادتن، خیلی آدمای شریفن، خیلی آدمای با تقوا هستند. خدای مهربان شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب و روزش گردانه و بابا داملا خوجا را خدا مورد رحمت و مغفرتش قرار دهد. آمین یا رب العالمین. در حق بابا استاد شریف هم در همین محله که خیلی خدمت‌های
شایان و برجسته در این مسجد کردند. خدا شفای کامل و شفای عاجل و فرزندشان خوب شدند. خدا عمر دراز و تمام صحت و تمام این برادران که نامیده شدند خداوند گذشتگانشان رحمت و مغفرت و خیر احسان هاشون خدا قبول گرداند. آمین یا رب العالمین. تا جمعه دیگر در حفظ و امان خدا باشین.